به نام کننده هستی از 2 سال بدین سو گروه تروریستی طالب بر افغانستان تسلط پیدا کردن و جنایات متعددی را متاسفانه بر مردم افغانستان روا داشتند. طایف‌های مختلف را اینها از قبیل نیروهای امنیتی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و به ویژه زنای افغانستان در حق اینها جنایت بزرگی را مرتکب شدند. یک طیف بزرگ از جامعه که زنها هستند را متاسفانه از حضور در جامعه کاملا محروم کردن و بیشتر از 2 سال هست که زنای افغانستان در زندانهای خانگی به سر میبرند. از همان زمان تا اکنون زنای افغانستان صدایشان بلند کردن، اعتراض کردن به شیوه های مختلفی که علاوه بر این که شکنجه شدن، زندانی شدن، تجاوز صورت گرفت بالایشان، قربانی دادن، ولی صدای زن افغان شدن و باز هم نگذاشتن که صدایشان خاموش شود و به نحو صدایشان بلند کردن. هم اکنون هم بانو تمنای پریانی در کلن آلمان به سر میبرن و بیشتر از 5 روز میشه که دست به اعتصاب غذایی زدن. ما زنان معترض از این عملش و از این ابتکار بانو پریانی حمایت خود را اعلان میکنیم و ازش تمنا داریم که بیاین رشته اعتصابشان را واگذار بکنن به دختران معترض تا باشد به صحت خود برسن و صحتشان به وضعیت اولیشان برگرده و ما این اعتصاب ادامه میدیم در شهرهای مختلف از اروپا و در کشورهای مختلفی که بانوان معترض حضور دارن. این اعتصاب ادامه پیدا خواهد کرد. از مردم افغانستان هم میخواهیم که در هر کنجی از دنیا که هستن با این اعتصاب بپیوندند تا باشد به اهداف مشترک ما که نابودی طالب و به رسمیت نشناختن طالبان و همچنان به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست برسیم.